آرایش دید ارورق بسیار بخشاینده الگناه رحمان الرحیم داننده شرع ما خلق بسم الله من معترفم که کار من جمله خطاست نوید نیم که بر بشر سو و خطاست ای که بینی تو به اسلام بکش بر عیب نظر مکن که به عیب خداست شفیع جر نداریم ما در این درگاه بغیر اشهد ان لا بر روز حشر خدایا شفیع ما گردان محمد شفاعت کن جوانی شمع کردم جوانی شمع کردم کیابم زندگانی را نجستم زندگانی را که گم کردم جوانی را نرزد عشق که خون این جگر پیدا شد حسن لطیف که صاحب نظر پیدا شد فطرت آشوب که در خاک جهان مجبور خودگره خود نگره خود شکنی پیدا شد آرزو بی خبر از خویش و در آغوش حیات چشم وا کرد و جهان دیگر پیدا شد خبر رفت گردون به شبستان عدد عدد ای پردگیان پرده در پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم اما تا در این گنبد دیوینم در پیدا شد یک سلام بده می که گردم ز هستی خبر یا ساقی ای شوخ طناز من
بکن فکر انجام آغاز من بیا ساقی ای شوخ شیرین کلام ببر دست سوی سرایی و جام از آن ملکی قتل اشک و سر است از آن ملک ساقی و حیدر است از آن ملک در مکتبش عقل پیر بود فی حقیقت چون طفل صغیر از آن ملک مصرا صدا میکند خنداس را در پر بها میکند چو گیرم به کفتر قطر قلم و میدان سفین بکوبم علم چون بردم سفارای مردان شدم مگر پیرم شای مردان شدم یکی ذات میتوان به میدان کشید صدا بر علم المبارز کشیده فرستاد سلطان عرش اقتداره محمد به میدان روانه شد به سوی میدان کیه به پیروزی یاران نوجوان رشید انان راز میدان سوی شاه کشید بگفتا که ای ابن عم رسول بکن عرض این چاکرت را قبوله نهایت شدم خسته ای باب معنا تو بفرست اکنون حسین و حسین و حسن را بود احترام با فرمایش ذات خیر الانام محمد بفرمای حسین از من است منم از حسین و مکموند مجمع پردلان کنم شیر مرده با میدان روانم کسی را فرستم به نظم عدو که شمشیر فتح در دست بود کسی را فرستم که اخیار دوست اجل عمدم و تیغ خونبار بود کسی را فرستم که یار من است با کرب و بلایا را دوگار من است بدیدند و نگاه کردن میان شدی شیر مرده به میدان عیان و بازوی و قدرت دادگر نوشته است آیات فتح الظفر سمند فلک پوی آمیز کرده به آهنگ میدان جلوریز کرد شدا نفتن از دم آن ذوالفقار دو تا و دو پیکر دو شب آشکار ز مرگ پسرها آن بد سیاد شدی روز روشن ز شب تیرتن بعد صاحب فرمود بعد صاحب خرد و کلان که مای بنی هاشم است نوجوان ابوالفضل و سر افسر ناز بود یقین شد که این صف در عباس بود علی نیز بازوی و کرد بود چو بگریش نوگن بدیاب نود که ای فرد این دستازی نوجوان که شد آخر ته خاک شد نهان بده می که دنیا ندارد ثبات پس از نازنینان نخواهم عیان می دار رنگ عطا کن به من با بزم شهیدان خونین کفن از آن می که پیمان هشت قربانات از آن می که میخانه اش کربلا مرا از این غم افتاد و آتش به جانم که عباس شد چون
به میدان روانه و خیمه سکینه چون ابر بهاره نمود از آتش گریه زار زاره تسلی بزادش امام زمانه مخورغم که ها باورد آن زمانه امویت به میدان که رفته است و تحصیل مای معین رفته است که ناگاه به خیمه حسین شهید صدای برادر ز میدان شهید صدا زد شهنشه ناز را که دریاب خسرو عباس را رو آمد به بالای نعش جوان رخش زرد گشت و قدش چون کمان سر عرش را به زانو نهاد و بازوی بفید اشکو صدا سلام علیک ای علمدار من سلام علیک ای سپهدار من سلام علیک ای جوان غیور شود راضی از تو خدای غفور دیگر خون روان شد به میدان کینه که خود را رساند بر آن نازنینه ز روی زمین تو پای برگرفت که جن و ملک زین عزا در گرفت چی شد ای محبان که سلطان گرفت که آتش از این غم بر امکان گرفت مگر دست مقتول عباس بود مگر دست آن سید ناز بود چی دستی که مشکل کشایی کند چی دستی که آجز روایی کند چی دستی که یزدان فناخوانی بود چی دستی که جانها به قربانی بود وصیتگرت باشد ای نازنین بگو تا رسانم به هم البنین دیگر آرزو نیست بر جا کرد بجز این که بینم رخ انورم برادر خجالت کشم به حساب ز دختر سکینه ز موضوع ها بیا خامتم کن سر شکوورا بیا بر بدادار دست دعا الهی تو اسی کریم و رحیم به نام محمد به برابر اسکرم آجت یادری به خون علی اصغر شایدین ببخشا به احمد که شیدای اوست به خاک حسینی تمنای اوست اگر آسی و مذنب و پرگناه ببخشا که مدای آل عباد الهی ببخش خواننده و هم شنونده هم نویسنده دوستان علی به صدر بهشت دشمنان علی به دوزخ و نار دنیا فانیست ندارد دنیا دم به دم بر قدر بالای محمد صلوات